بعد شما به هر حال فیلم من عکس منو میگیرید. دورت بگردم. خب اینجا با تهران خیلی فرق داره؟ 100 در 1000. به خاطر چی؟ اصلا مگه داریم آرامش، زیبایی، عمو وسط بهشتی. نگاه کن مهو، نگاه کن، نگاه کن. تهران کجا اینو داره؟ خب دیگه عمو اینجا قشنگ بهشته. هیچ قدرتی از اینجا داریم. هیچ قدرتی بالاتر از این قدرت نیست. خب چیکار میکنی تهران؟ من چیکار هستی؟ راننده اسنپم. با ماشین کار میکنم، اسنپ میرم. ولی خب تهران خسته میشم از شلوغی و سر صدا و اینا، خسته میشم. من مجردم. نمیدونم بگم خوشبختانه مجردم یا بگم بدبختانه مجردم. نه خوشبختانه. خوشبختانه؟ آره. چرا؟ پدر مادر که داری؟ بله خدا رو شکر. خدا ان شاء الله نگه هستن یا نه؟ بله. خدا نگه. سلامت بشی ان شاء الله. خدا شما رو هم نگه داره. یه سرنوشت یه راه داره. ما الان اینجاییم، از اینجا دیگه خسته شدیم. چون شغل ما ایجاد میکنه که خسته میشیم. درسته. خب یه چیزی تو زندگی آدم تکراری بشه خسته کننده نمیشه. به هر حال ما سختی گذراندیم و بله راحتی هم چندون ندیدیم. چرا عمو؟ چون به خاطر اینکه ما هر کسی هر چیزی یک ذوق داره، یه موقعیت داره. درسته. وقتی که این موقعیت گذشت دیگه کیفیت همه چی میره. بله. قبول میکنی یا نه؟ هر چیزی یه زمانی داره. حساب کنی امروز شما. درست. این البته ببخشید مثال میارم. شکر میونی کلامت عمو جان. به به. شما امروز جوونی، بله. دوست دارین اینجا قدم بزنید. درست. ولی انشالله که 100 سال دیگه، انشالله که 100 سال دیگه، ولی یه روزی میشه با ماشینم اینجا میگه بابا ولش کن، من حالا حوصله‌اش ندارم. درسته یا نه؟ خدا نکنه اون شکل بشه. نه من خودشو میگم. درسته. من یه وقتی بودم مثلا عاشق جنگل و عاشق جنگل بازم هستم، ولی خب به هر حال یواش یواش شغل ایجاد میکنه، نیرو کم میشه، دست آدم تنگ میشه دیگه، میره عقب. سخته زندگی، سخته. خب ما خیلی خوشحال شدیم. دورت بگردم عمو، لذت بردم از اینکه دیدم. شما اگه دوست داری قدم هم بزنی بزن. من دورت بگردم هر جوری که شما راحتی. من مخلص شما. اون بچت هم دوید رفت جلو گم نشه. کی؟ گاوه. گاوه مال من نیست. والله فکر کردم برای شماه. نه گاوه مال توی همین جاده بود، من دید رم خورد فرار کرد. بیا بریم عمو. بریم. برگردیم. اسم شما چیه؟ من مجتبی. مجتبی کاشف. آقا مجتبی. دورت بگردم. اما قدم بزنی؟ هر جور اگه بالا میخوای میریم من مزاحم. نه من میخوام برگردم باز دوباره، چون میخوام برم پیش بچه‌ها. رفیق داری؟ آره 2 تا بچه‌ها پایینن. عالی. پس تو اینجا رو دوست داری؟ خیلی زیاد. یه چیزی میخوام بگم، البته تو که شما باشه، شما اینایی که میان این درخت‌ها رو قطع میکنن، خب اینا رو فیلم برداری کنیم بدیم برای رئیس جمهور، برای مجلس، برای بالاها. عمو به خدا آدم هر کاری از دستش بر بیاد باید انجام بده که این اتفاق نیفته. ما خودمون داریم خودمون رو نابود میکنیم. شما این کار میکنم؟ خیلی ناراحتم من. ببین من الان دارم میام تو مسیر جایی آشغال باشه، آشغالا رو برمیدارم جمع میکنم میبرم با خودم. منم همونجوریم. خب ما از این طبیعتیم عمو، ما هم یه بخش کوچیکی از این طبیعتیم، نباید نابودش کنیم. آقا مصطفی، ما که به قول که اینجا دیگه همین 2 نفریم با هم. یه صحبت این که قدیما میگفتن که ما میگیم درخت مثلا یکی درباره شاه یا درباره یک کسی یه حرف میزد پشت سر، میگفت یواشتر، درخت گوش داره. بله این واقعیت بودا. بله درخت روح داره. بله میگه مثلا درخت، یعنی مثلا تو پشت سر دشمن داری دور از شما. من دارم اینجا پیش شما میگم مثل 2 تا برادر. البته شما بزرگی من کوچیکم. سلامت باشی تاج سری عمو. جایی دست شما بنده،
میتونیم یک کاری کنیم آقا این فیلم ها رو بگیریم، این گزارش ها رو بدیم برای بلانصد این ناکسا. آقا اینا وی کردن این منابع طبیعی، این جنگل، این طبیعت. من همین تو جنگل بزرگ شدم. درسته. شما امروز اینجا اومدی میگی اینجا طبیعت داره. اگر 12 سال 10 سال قبل اومده بودی اینجا پشت جاده، پایین جاده، تا انتها تا خیلی بالا شمشاد بود. انقدر زیبایی داشت، انقدر زیبایی داشت، همیشه سرسبز بود. چی شمشاد داشت. ولی الان شمشاد ها ببین اونا شمشاد هم خوش شدن ها. الان شمشاد کدومن؟ اون یکی کوچولو اونم سبزه داره شمشاده. اونی که اونا خوشگن، اونا شمشادن. اینا شمشادن، اون کوچولوه بغل. 10 متر 15 متر مثل تیر آهن. یعنی بهتر از این جنگل ما اینجا داشتیم ها. درسته. الان شمشاد اینا حالا به هر حال دستی دست گذاشتن، حال به کاری هیچی ندارن، میان میبرن میبرن. خدا لعنتشون کنه. مطمئنا یه خدایی هست که یه همچین چیزی رو آفریده. خدا هست. همون بالاخره یه جا. ولی اینه که من الان حساب کنی که مثل حساب کنی این گاو، من الان مسئول این گاوم. تا اینه باید گرگ نخوره، این گم نشه. درسته. اینا محصولن، اینا منابع طبیعی باید این جنگل رو نگه داره. آقا جنگل، ما اینجا این جنگل رو داریم. من درک میکنم، من متوجه میشم جناب عالی میگی تهران گفت اون کویر ده برهوته. اینجا ببین هر گذر به گذر آب داره. تهران داره؟ نه خدا شده. درخت داره. الان ببین این سرما رو، این خنکی به خاطر همین آب و به خاطر همین درخت و همین جنگل هست. بله همون. ولی خب